همونطور ملاحظه می‌فرمایید حتی مسئولین شهرک صنعتی پرند یه لطفی نمی‌کنن که این مسیر رو که تمام گرد و خاک به کارخانجات میده، به پرسنل میده. همین الان ملاحظه بفرمایید که این قسمت رو حداقل یا آبپاشی بکنن یا یه قیری موقت بریزن که این مسئله، یا نفت سیاه موقت بریزن که این مسئله اینجور همین گرد خاک که الان این کارخانه رو که درش هم بازه، پنجرهاش هم بازه، تمام تحت شعاع قرار داده و متاسفانه مسئولین شرکت صنعتی پرند این بلوار پایین تر از میدان توسعه است که ملاحظه می‌فرمایید. همون خاکی که آوردن ریختن اینجا، متاسفانه تریلیا و کامیون ها اومدن به صورت خاک علک کردش کردن. کسی هم نیست حداقل شن بریزن یا رسیدگی بکنن. و همون کامیونی که داره میاد ملاحظه می‌فرمایید چقدر گرد و خاک ایجاد میکنه. اینو خواهشاً آقای وزیر صنایع، مسئولین محترم بررسی کنید و به داد ملت برسین. خواهش میکنیم ازتون. مرحله اول خواهش میکنیم، مرحله دوم خواهش میکنیم، مرحله سوم هم خواهش میکنیم، دیگه مرحله آخر شما باید خواهش بکنید که اون موقع دیگه خیلی دیره. خدا نگهدار.